5 سال، حدود 5-6 سال طول کشید تا بتونم با کمک خودتون، با کمک تک تکتون اسرار رو هویدا کنم. برای کسایی که زحمت راه رو به جون خریدن، برای تویی که همراه شدی با من، دست رفاقت دادی و اومدی. حقیقتش اینه که کل بازی همینه که تو رو برسونه به همون نکته اصلی. بدبختانه البته برای شماها خوشبختانه، ولی برای دیگران که فدراسیونی نیستند صادقانه بگم بدبختانه، هیچ وقت به درک این حقیقتی که در یه جمله خلاصه میشه که بابا من هیچ کارم، اگه تو در هر لحظه از زندگیت حتی وقتی میخوای یه لقمه نان خشک درون گلوی خودت بذاری، اینو بدونی که تو هیچ کاره ای، همون نون میتونه تو رو خفه کنه، همون آبی که تشنگی تو رفع میکنه میتونه بشکن آخرتو بزنه. وقتی اینطوری نگاه بکنی هر لحظه آماده ای، هر لحظه تسلیمی. تمام این چند سال سعی کردم شما رو به اینجا برسونم. عرفان الهی راه بسترازی داره، شواهد به قدر کافی هست توی اشعار، توی سبک زندگی بزرگانی که زحمت همراه شدن به آرش نیک رو کشیدن. آرش نیک هر دورانی کسی است، چه فرقی میکنه آرش باشه اسمش یا قلی یا باشه اصلا غلام، دیگه تهش دارم میگم دیگه. مثلا اسم خودشو بذاری غلام الله، فرقی نمیکنه. همش به اینه که تو به اون لحظه